كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هو درس معلم الثاني، درس سيوم. شناختن حرف ها با تقسیم ها، یعنی در اول، در مابین، در آخر. ما در این درس خیل حرف در اول چخیل نوشته میشه، در مابین چخیل نوشته میشه، در آخر چخیل نوشته شدن رو می آموزیم. هر یک حرف 3 تقسیم میشد: در اول، در مابین، در اخیر. اینجا الف در اول این خیل نوشته میشد، در مابین این خیل، در آخر این خیل. الف با همراهی همزه نوشته میشد، همزه ا ای او. با حرف با این خیل نوشته میشد در اول، با بی بو. حرف ت نیست این خیل نوشته میشد، تا تی تو، سا سی سو. جیم این خیل نوشته میشود، فرق میکند. یعنی جیمی که ما آموخته بودیم این شکلی در آخر، اما در اول در مابین دیگه خیل. جا جی جو، ح حی حو، خا خی خو. این دال است. دالی که ما شناخته بودیم این در اول، در مابین و در اخیر دیگه خیل شکل نوشته میشود. دا دی دو، زا زی زو، را ری رو، زا زی زو. این سینه که ما شناخته بودیم این شکلش در آخر می آید، اما در اول در مابین دیگه خیلی شکل. سا سی سو، شا شی شو. صاد، این صاد حرف صاده که ما شناخته بودیم این با شکل آخر، اما در اول در مابین دیگه خیلی است. سا سی سو، با دی دو، با تا تی تو، زا زی زو، ا ای او. این حرف عینه که ما شناخته بودیم این در آخر است، در اول در مابین این خیلی نوشته می شود. ا ای او، غا غی غو. این حرف ف است. ف در آخر، حرفی که ما شناخته بودیم این در آخر نوشته می شود، اما در اول در مابین این خیلی است. فا فی فو، قا قی قو. کف، این کفی که ما شناخته بودیم شکل آخر است، اما در اول در مابین دیگه خیلی است. کا کی کو، لا لی لو. میمی که ما شناخته بودیم این میم در آخر است، اما در اول در مابین دیگه خیلی شکل دارد. ما می مو، نا نی نو، و وی وو، ها هی هو. حرف ها نیز در ما شناخته بودیم این در اول، در مابین و در آخر دیگه خیلی شکل است. ها هی هو، یا یی یو. این بود شکل های حرف در اول، در مابین، در آخر. از شما تمنا می‌داریم که یک دفتر رو بگیرید و هر یکی این رو نوشته کنید تا که در خاطرتان بماند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.